سلام برابرش به چنل همیسیاتی خوش اومدین. امروز اومدم که گردونه ها و بتل پس سیزن زد دو براتون بذارم. این اسکین گردونه اوله، اسکین خیلی خوبی داره. تا اولا بگم این گردونه کلا برای زدن خیلی خوبه. کلا کلاف آورده که این گردونه رو همه بزنه. اینم که گانش پیپی 19 اینطوری میزنه. بعد دنسشه، فقط اینو بگم که دنسش مثل دنس های قبلیه. یه دنسی بود تو سیزن های قبلی دستاشو اینطوری میکرد. نایف و چترش و اسکیتش بد نیستن، خیلی خوبن. برای اپیک بودنش خیلی خوبه. اینم که نایفشه، نایف اپیکش و همین چیزا رو که داره. و بریم سراغ گردونه دوم. گردونه دوم تو سیزن‌های قبلی یه بار اومده بود، گردونه خوبیه. من تو سیزن قبلی زدم، این 4 تا رو برداشتم و این سیزنم کاملش میکنم و یه گردونه کامل دیگه هم یک گردونه کامل داشته باشم. بچه این گانشه، اسکینش هم که دیدین، گانش M16. اینم که دنسشه، دنسش خیلی خوبه. این دنس یه دونه است، اینو بگم، دنس خیلی خوبیه، واقعا خوبه. بعد دنسش این کولتشه که به من تو سیزن قبلی گرفتمش. اینم که چترشه، نمیدونم همون چیزاست. پروفایلشه، نیدشه، اینم نیدشه. آره. بعد گان اپیکشه. بعد این گان، اینو نمیدونم از همون چیزاست که کنار اسلحه میذارن اونه. اینم که موتورشه. اینم گردونه دوم. این گردونه تو اواخر سیزن قبلی اومد. گردونه خیلی خوبیه ولی میتیکه، برای زدنش سی پی زیادی میخواد، تقریبا 7K 6K میخواد. بعد بریم سراغ بتل پس این سیزن. تو اولش یه دونه اسکین میده، گان اسکینو میده. اسکینش نسبت به گانش خیلی خوبه. گانش زیادی خوب نیست ولی اسکینش عالیه. بعد مثل همیشه بعد اینا چیز پروفایلشو میده. پروفایلش هم خوبه، پروفایل لجنده. بعد 70 تا سی پی میده. پروفایل کوچیکشو میده، 10 تا سی پی. بعد گان دوم گردونه رو میده و 10 تا سی پی و اسکین دوم گردونه. بعد این قدرت رو نمیدونم چیه کاربردش، منم میخوام بازش کنم ببینم چیه. وقتی باز کردم و دیدم براتون ویدیوشو میذارم. بعد 10 تا سی پی دیگه میده و بعد این 10 تا این کلته رو میده. بعدش 10 تا سی پی دیگه و دنسش رو میده و بعد 10 تا سی پی دیگه هم میده. اگر سی پیه، بعد اسکین فکر کنیم سوم بود. آره اسکین سومش رو میده. نمیزم دست نکشی بابا، درخواست نده دیگه. 20 تا سی پی دیگه هم داد و اینم 20 تا دیگه. و گان چهارم گردونه، نه گان سومه. آره گان سوم گردونه رو داد و اینم اسکین چهارم و گان چهارم گردونه. اگه یکی رو رد کردم حتما که ندیدم لطفا تو کامنت بهم بگین یا هم خودتون ببینین. بچه‌ها داشتم یوتیوب رو نگاه میکردم، دیدم که گذاشته تبدیل کردن کارت های گردونه به سی پی. اونو تو ویدیو بعدی بهتون توضیح میدم. لطفا این ویدیو رو لایک کنین و منو سابسکرایب کنین و زنگوله رو فعال کنین که ویدیو بعدی رو گذاشتم با خبر باشین.